دیگه چیز پرت کنی کله من. در برو. ما اولین بارش کله میشه. آقا این دوتا جفتشون دیوونه. خوبه به بابک تو بگن روانی؟ بنده روانی ها من افتاده بودم تو اتاق یه دیوونه که قبلا فوتبال بازی میکرد. ساعت 3 مصلحتو بکش. همه تو معذرت میخوام، من مغزم کلا ریخته به هم. تو خانواده ما قبلا مشکلات با مذاکره و تعامل حل میشد. یه 2-3 بار چت کردیم، 2-3 بار با هم تلفنی حرف زدیم، یه بار رفتیم سینما رویا دعوتمون کرد، چیز دیگه ای نبود. تو سرت نکنه. حالا تو اگه اینجوری میخوای رفتار بکنی آدما رو خر بکنی اشکال نداره، شغلت هرزگی باشه که شرط چرا وقت کم میاری میگی هیس؟ حداقل محل درآمده. میخوای بگی چی شده؟ یه سنگ برداشت زد به شیشه رو شکن. رابطه، قول ازدواج، اختلاف، دعوا، سنگ، شیشه. جنگ شروع شد. فیلمی از بهرام توکلی. یه پایان خوش واسه یه داستان خانوادگی. الان من تو این حال پایان خوش کجام در بیارم بدم به تو؟ همه چی از روزی شروع شد که من تو بند روانیان زندانی شدم. اونجا افتادم تو اتاق یه دیوونه که قبلا فوتبال بازی می‌کرد. بر اساس زندگیش یه داستان درجه 1 نوشتم. داستان عالی شده بود. هر کی میخون نفسش بند می‌افتاد. اسم داستانو گذاشتم من دیگو مارادونا هستم. تهیه کننده جواد نوروزبی.